امروز یه چیزی داشتم بهش فکر میکردم، بعد اومدم بپرسم که چقدر شما رو مرزاتون حساسین، چقدر با خودتون شفافین، چقدر خودتون رو میشناسین، این تحملتون تا چقدره. داشتم با یکی از دوستام صحبت میکردم درباره اینکه فلانی چرا از این رابطه نمیاد بیرون، چرا اینو نمیفهمه، چرا متوجه این داستان نیست. بعد خیلی برامون عجیب بود و به این نتیجه رسیدیم که همه میدونن که باید مرز داشته باشن. خیلیا، همه جا هم آموزشش هست، مرز داشته باشین، رو مرزتون بمونین و حد بذارین برای خودتون و خیلی این داستانا. ولی یه وقتایی ما مرز رو داریم و متوجه نیستیم چه اتفاقی میفته که ما از اون مرز رد شدیم. یکی از بیرون ممکنه ببینه یه رابطه رو، دوستی، مالی، کاری، بعد بگه که چرا از این ارتباط نمیای بیرون و طرف خودش متوجه نیست. اگر اواسط داستان زندگیشو بهش نشون میدادی که تو اینجای الان، باور نمیکنه. نه من اصلا همچی کاری نمیکنم، ولی رفته رفته میره جلو و مرزه هم رد میکنه و اصلا متوجه نیست تو چه رابطه‌ای گیر کرده، با چه آدمی داره زندگی میکنه، چه کاری رو داره ادامه میده و برای چه جایی داره کار میکنه که حالش خوب نیست و اصلا متوجه نیست. مثل وقتی میمونه که این قورباغه هست، میگن میذاری تو آب ولن، بعد زیرش رو روشن میکنی، کم کم میجوشه. داستان زندگی خیلی اینطوریه که تو مرزه رو داری، میدونی اگه یکی تو رو بزنه تو صبر نمیکنی، ولی انقدر اون بدیه از ابتدا که اینجوری نبوده. کم کم رفتی جلو، بعدی آروم آروم شکل گرفته و الان وسط زندگیتی و طرف داره تو رو میزنه. تو اصلا متوجه نیستی، این برات خط قرمز بود و این زدن یهو اتفاق نمیفته. تو از خط قرمزهای کوچیکت رد شدی که الان رسیدی به اینجا و اصلا متوجه نیستی داره چه اتفاقی میفته. اینجا دوباره من آینه ندارم، جامو عوض کردم و رفتم اینو کشیدم و خیلی ازش خوشم میاد. برعکس دیروز که کشیده بود صورتم، الان این توپل شده، ولی دوستش دارم. بهم بگین دیگه، مرزاتونو چقدر روش ثابت قدمین، چقدر متوجهین که مرزتون داره رد میشه، چقدر خودتونو میشناسین که اون مرز اولی کوچیکه هست که بهت میگه که الان نباید بذاری رد شه و تو میگه اشکال نداره، اون مهم نیست، حالا اون مرز گندهه که نیست، بعد رد میشه، بعد نمیفهمی چی شد. 5 سال 10 سال توی رابطه‌ای که اصلا قرار نبود اینجا باشی، ولی الان هستی.